با آغاز کار استخراج معدن نمک در فاریاب برای صدها تن زمینی کار مساعد شد. وزارت معادن و پترولیم کشور طی داوطلبی معدن نمک فاریاب را چند پیش به اعلام گذاشته بود که در این داوطلبی شرکت ابوسعید برنده شناخته شده بود. روز گذشته با حضورداشت والی فاریاب، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، مقام‌های ملکی و نظامی فاریاب حضور داشتند. کار استخراج معدن نمک رسما از سوی شرکت ابوسعید آغاز شد. همایون افغان، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم، در برنامه افتتاح استخراج معدن نمک فاریاب گفت این معدن بزرگ افغانستان به مساحت 14 کیلومتر مربع است. به مدت 15 سال به شرکت قراردادی ابوسعید به ارزش حدود 24 میلیون دلار سپرده شده است. آقای افغان گفت شرکت قراردادی طبق تعهد در قرارداد باید سرک معیاری از شاهراه نمبر 1 الا معدن نمک و پاککاری کازه های معدن را عملی نماید. این معدن که قرارداد شده شرایطی هستند که باید اینا 24 میلیون دلار سرمایه گذاری بکند و یک سرک معیاری را تا سرک عمومی فاریاب امخوی بسازد و همچنان پاککاری کاسه ها بکند و استخراج هم بسیار به شکل معیاری باشد، فرصت های کاری ایجاد شود، در بخش خدمات اجتماعی هم تعهدات خود دارند و همچنان پروسس ازی در داخل افغانستان نهایت شرط هستند که یک فابریکه معیاری پروسس هم در داخل افغانستان ایجاد بکند. مولوی عبدالاحد فضلی والی فاریاب گفت شرکت قراردادی بدون هیچ نوع نگرانی به فعالیت ادامه بدهد، چون اداره محلی و نیروهای امنیتی به خاطر تأمین امنیت شبانه روزی معدن همکاری نزدیک خواهند کرد. اوصل بسلا که تاسو نموز بولا اطمینان دکو هیچ څوک نشي کولای چې تاسو مزاحمت جوړ کړي، ستاسو په معدن کې خنډ جوړ کړي، ستاسو معدن کې تاسو مشکل جوړ کړي. دا د موږ بیا خپل یو نمبر هم درکو تاسو ته، هغه زموږ نمبر ځان سره وساتئ. کار چې تاسو په معدن کې مشکل جوړوي، تاسو ته مزاحمت کوي، مطلب بس موږ تاسو په خدمت کې یو او کوم خدمت امور باندې کېدای، مطلب ستاسو کار باندې مخاطب موږ ستاسو ان شاء الله پر همکار یو. احمد سوراب عثمانی به نمایندگی از شرکت قراردادی گفت با آغاز استخراج معدن نمک برای بیش از 500 تن زمینی کار مساعد شده است. آقای عثمانی همچنان افزود این شرکت به تمامی تعهدات خود عمل خواهد کرد و در آینده نزدیک به خاطر افزایش استخراج نمک شمار کارگران به 1000 تن خواهد رسید. آغاز کار در این معدن می تواند برای هزاران هموطن ما شغل مستقیم و غیر مستقیم را ایجاد نماید و فعالیت های اقتصادی در منطقه ایجاد شود که نتیجه آن رفاه عامه و رشد سطح زندگی مردم خواهد بود. ما متحد هستیم که این پروژه استخراج و پروسس نمک را با هماهنگی و همکاری کامل با وزارت محترم معادن و پترولیم، با مسئولین محترم ولایت فاریاب و مردم باعزت منطقه پیش ببریم. شیخ غلام نبی غفوری، یک تن از عالمان دینی فاریاب، از تاجران ملی و تاجران بیرون از کشور خواست به خاطر آبادی وطن و ایجاد زمینه‌های کاری برای شهروندان افغان سرمایه گذاری نمایند. ما تاجرای ملی خدا چی در وطن زندگی نکنن چی در خارج زندگی نکنن برایشان پیام میتون احترامانه بیاین سرمایه خدا در کجا میبرین دیگه تاجرها در کجا بود که شما کجا ببرین؟ آخر مرگ است، میریم موشا داخل قبر، سرمایه را با خود برده نمیتونیم. بیاین که یک نام نیک بکنیم به این وطنی که 100 سال بیشتر میشه از انگلیس، زمان انگلیس شروع، از روس شروع، از امریکا شروع. این وطن جو است، این وطن تکه شده، این وطن تکره شده. بیاین کار سرمایه خود الله برای شما داده، او سرمایه از شما نیست، از الله است. الله برای شما داده، شکرانهش عزیزه که بیاین دی وطن شما سرمایه خود مصرف کنین، وطن خود آباد کنین. نجیب الله ایوبی، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت فاریاب گفت سرمایه گذاری تاجران در کشور زمینه کاری برای مردم فراهم می کند و از تاجران خواست افغانستان از لحاظ معادن غنی است، باید سرمایه گذاری نمایند. خواست ما از تمام تجارا این است که بیاین مانند آقای صاحب سید کریم و دیگر شرکت هایی که در افغانستان سرمایه گذاری میکنن سرمایه خود بیارن در داخل افغانستان سرمایه گذاری کنن. از این هم ثواب میشه و هم مردم ما
داخل کار میشه، اینجا از کشورهای بیرون رفتن، مسافر شدن، مهاجر شدن خلاص میشن. و هم معدن ها که است، چندین معدنی که دولت فاریاب است برای فعلا معدن زغال سنگ ما استخراج نشده و یک چند معدن دیگه که ما داریم در کوهستان است، بندر لولاش اینجا داریم، معدن داریم، در این معدن ها هم سرمایه‌گذاری کنن. با وجود فاریاب دیگه ولایت‌هایی که هر رقم معدنی که هست، مثال معدن گاز است و تیل است و سرازی، تجارای ما سرمایه‌گذاری کنن، هم وطن ما آباد میشه، هم مردم از بیکاری خلاص میشه. در این حال کارگران در معدن نمک از حکومت و سرمایه‌گذاران ابراز خرسندی نموده میگویند این شرکت قراردادی برای ما جای بود و باش و نان 3 وقت و همچنان روزانه مبلغ 400 افغانی پرداخت میکند. ما بسیار خوش هستیم از شرکت اما پترول. همه شرکت اما پترول توجه بسیار به کارگران داره که هر شرکت آمده به اینجا به توجه به کارگران نکرده بود. شرکت اما پترول به کارگران کالا و اسکارت و دستکش موزه این چیزها را مهیا کرده است. Bizlar mana bu yerga 15 ro'z bo'ldi. Shirkat ishlanishni qildi. Shirkati istig'roj ma'dan Abu Said. Bu yerga ishlaymiz. Shukr oyimizga 12 ming maosh beradi. Oyga 2 ro'z ruxsatimiz bor. 15 ro'zdan bir ro'z. Bu yerga mardimlar ko'p, ishi yaxshi. Xo'p, suvi noni hamma mardim rozi, g'ariblik bo'ladi. Bir chanha kormandinja g'ariblikni ro'zgarini چلیدرده. دیگه خدا را شکر نان خوب داریم، شکم ما سیر میشه، خدا را شکر همه خوش است. از رویشان ببینید همه خندگده میرن و میاین. جای خواب من خوب است، صاحبکارای من خوب است، سرپرستای ما خوب است. همه یک هیچ کدامش رویش چیتو نمیکنه، خود همه خندیده میگم میریم و میاییم. جای ما خوب است، غذا هم خوب است، صبحکی هم خوب است، همش خوب است. معدن بزرگ نمک در ولسوالی دولت آباد فاریاب در گذشته ها نیز به قراردادی سپرده شده بود، اما به دلیل استخراج غیر مسلکی در قسمت بازسازی سرک معدن و سایر سهولت ها ایشنو توجه صورت نگرفته است.